اما مادرت. میخواستم به چشمانت نگاه کرده به تو گویم. میخواستم از دستت گرفته تو را به نسلش برم، اما نصیب نبوده است. من ادوکاتش هستم و خانم آسیا چی شده است؟ ساعت دیل گذر اونجا. نصفش ما بیاید؟ مایلش. اینجا بیا. در اینجا در دیگری هم هست. فکرم در خانم نیست. در اینجا انتظار میشوی. این رو گیر. در اکشا در درون انتظار میشوی. بیا خوبش با پایان میفراییم. رفتیم. راهش رو هم انتظار بشویم. هم بایلش.
کاش این آدم زودتر آید. این کار بر جانم زد. من باید با آقای سلیمان گپ زنم. مایلش، اما حالا او در کارخانه نیست. چی کار میکنیم؟ کی آمده باشد؟ نمیدانم جناب. چی کار کنیم؟ کنی به اون ادوکت زنگ زن چیکار میکنه؟ چیکار میکرد؟ آسیا را آرام میکند. با فکرم مادر جانت 20 سال گرفته نشو شنیده حالا گریه و ناله دارد. روز بخیر. من میخواستم با خانم پینار بخورم. خانم پینار در اتاق آقای تیمورند. مرحمت شما انتظار شوید، من خبر میدهم. نه حاجت نیست. من پدرش هستم. میخواستم به او سورپرایز کنم. مرحمت، در همین اتاقند. تو در اینجا چیکار میکنی؟ تلفن رو گذار. من با پینار کار دارم. تو هم حقت رو میگیری. مایلش کنی گپ زن. از دختری من چی میخوایی؟ تو چه خیلی مار هستی؟ مگر ویجانت عذاب نمیدهد؟ چطور مادر و دختر رو از هم دیگر جدا کردی؟ آدمی از وجدان گپ زننده رو بینی. وقتی پولها رو حساب میکردی خوب بوده؟ آنها رو چندین سال قبل تو جدا کردی، نه من. تو رو کشته حسابم رو برابر میکنم. مگر او را ما نسوزاندیم؟ ها؟ گوش کن فریده، با ما چی کارهایی که نکرد هیچ چیز رو نمیدونی. مایلش با زبانی خودت گپ میزنی. پولی زیاد میدیم. آخر تو پول رو خیلی دوست میداری، همینطور نه؟ خاموش. دمت رو گیر زنی ابله. خاموش. اگر پرانشی میشود از این در نبرآمده تو را دستگیر میکنند. حیاتت میسوزد، میفهمی؟ اصلا من نه به نجات مییابم. تلفنت رو خاموش کن. فریده را در خانه پدرش یافته، چی کار کنی؟ در اونجا چی نوشته شده است؟ فریده زنده بوده است. خلیده اون تلفن رو به من ده. این ناممکن است. دروغ. شما ما رو فریب میدهید. زنگ زده یک جای میبینم. انتظار شو. تنها انتظار شو. زودتر زنگ زن. فریده در نزدتان است؟ در همینجا. کامرا را به طرف او دار. مایلش. آفرین. مش بچه خوبی به دست آورده. اخن باور کردی؟ اگر در دوام 5 دقیقه زنگ نزنم او را کشه. خاموش نکن. گوی از آنجا برایند وگرنه هر دویتون رو میکشم. مایلش کش. اما اگر آدمانم از من جواب نگیرند به فکر چیکار میکنند؟ آنها هم دختر را میکشند. کاری نیمکاله را با آخر میرسانند. سلاح را فرار کنند. با آدمت گپ زن گوی که به دخترم نرسند. نه جناب، اول تو سلاحت را ده. فرمان میدیم که از آن خانه برایم.
اما به یک شرط. دخترت رو گرفته از این شهر میروی. دیگر از نزد آسیان نمیبروید. فریده نباید مادرش رو داند. ما رو میفهمیدی. فهمیدی میگویم. این چه خیلی شرطنامه بوده؟ گویی که فریده رو کشند. میکشیم اما این حریف رفته همش رو با پلیس گوید خوب میشود ها؟ به این هم میگوید باز همراه فریده رفته میگوید. دستی ما دراز است. اگر من نباشم آدمم هست. امروز نشود پگاه. البته یک روز یک تاش از نزد فریده میبراید یا از نزد نمیرهاید. با فکرم مرا خوب فهمیدی ها؟ آسیه با او چی میشود؟ کار رو که 30 سال انجام دادی دوام نه. فراموش کن. خانم ادوکر شما با پلیس واخوردید؟ بله. در خانه یگان کس را نیفتند؟ یعنی در اونجا در تخت کسی نبود؟ نمیدونم با من چیزی نگفتند. چرا میپرسید؟ هیچ همینطور پرسیدم. آقای کمال یگان چیز رو میدونید؟ نه من چرا دانسته میتوانم همین پرسیدم. احوالش چطور است؟ با او دارو دادیم خوب است. از این پیشتر چنین بیماری داشتن؟ چندین سال پیش در بیمارخانه بیماری های روحی طبابت گرفته بودند. امیدوارم که این بیماریشون دیگر تکرار نمیشوند. حالا سکته خیلی وزنی رو پس سر کردن. حتما در نظارت دکتر باشند. فهمیدم. تشکر. خدا شفا دهد. تشکر. من در آمدن میخوام. من دامادشم. لبای خانم پینار در شبه پلیس نیستیم. به بیمارخانه آمدیم. چرا دروغ گویم؟ تا به سرم آمدنی آن کارا چنین انسان بودنم را هم نمیدانستم. اما غمای انسان را چنان تغییر میدهند که من سلطانم را از دست دادم. خواستم شما دخترتون را از دست ندید. از من خفه نشوید خانم آسیه. هیچ کاری کرده نتوانستم. فریده را نجات دادم. محافظت کرده نتوانستم. از صبح باز به پلیس های در نزد در بوده نگاه کرده خود به خود میگویم خیز کمال همش را اعتراف کن. فریده دختری آسیه است گوی. پینار و تیمور قاتلند گوی. اما در من این جسارت از کجاست؟ دفتر گذشتم هم پر از داغ. از من نرنجید خانم آسیه. مرا ببخشید. از دستم هم اینقدر می آید. دخترم پدر جان مرا چه خیلی یافتید؟ همون طوری که تو مرا یافته بودی. تقدیر به ما امکانیت دیگر داد. دیگر اصلا جدا نشوید گفت. دیگر جدا نمیشویم. کودکانم در کجایند؟ امینه یاسین آنها کجایند؟ خواطر نشو دخترم. پدرشون آمده برده است. خوبند. چنان سخت ترسیدم. نترس دخترم. اکنون من در نزدت هستم. اکنون شما مرا محافظت میکنید. دیگر مرا عذاب نمیدهند. همین خیلی عذاب نمیدهند دخترم. دیگر کسی به تو دست نمیرساند.
پدر جانی من یگانه هستم. گاز رو زیر کن، هیچ نباشد از بین بخورم برآمدنش رو دریاب کنیم. ها باز اینش نمیرسید خانم جانم، گویا دردم با خودم نمیرسیده باشد. گوش کن تیمور، از عهده یک کار هم نبرآمدی. اکنون چی میشود؟ باز در جای پیش نیاید. فریده زنده است، آسیا گویا در نوک بینیمان. اکنون چی میشود؟ همین که اشیل هم آید بتوانیم یک خوراک اویلا بخوریم، هممون جمع میشویم. بس است بس. فریده را کشته نتوانستم، اما گروه تو را حاضر در همین جا بقیه میکنم. مرا دیوانه نکن. حالا هم امکانت دارم یا نه این را فکر میکنم. فکر کن. از روی عقل رسای تو بچونی روسو نرسیده مگر؟ باید آسیه را از اینجا دور سازیم. یک علاج کرده امضایش را باید بگیریم. اگر او را در یگان جای محکم کرده در نزدش ورق را بگذاریم چی؟ نخواد فکر میکنی همین خیلی میشود. احمقی نکن، درباره آسیه کرکولی گپ میزنیم. آخر فریده ابله نیست کو. از پشتی هم 40 نفر سرگردان شده است. یگان نقشه دیگر کشیدن روز. روز بخیر. سلام. گفتگوی خانه سوخته به آخر رسید. شکایت بر دروغ برآمد. یعنی می توانیم خانم آسیه رو به استانبول بریم؟ باید اول به مرکز آمده بعضی ورقه‌ها را امضا کنید. مایلش تشکر. سلامت باشید. روز بخیر. به فکر من به استانبول نبریم. در همین جا مانند برای استراحت آمده بودند. نمیدونم. خانم ایشیل چی میگویند؟ باز خانم پینور انا خودشون هم آمدند. شما باید خودتون مصلحت کنید. اینها از کجا بار آمدند؟ من خبر دادم. مادرم چه حال دارند؟ اگر تو نمی آمدی بهتر میشدن. چی علاج؟ خبرها خوبند. پلیس چیزی رو نیفته است. خیلی خوب. یعنی اکنون از اینجا به خونه رفتن میتوانند؟ البته اما کمی به خود بیایند. دکتر فرمود تا از معاینه پوره گذرند. شاید تکرارن تبابت گیرند برای آن کس ضروری است. برای چی؟ پیشتر هم خانم موسیقی در بیمارخانه روحی خوابیده بودند. همان مسئله. بله مادرم به ما نقل کرده بودند. ما خودمون کارهای ضروری میکنیم، خاطر نشوید. خیر میلش، مادام شما در همین جایید من میروم. شما را هم تشویش دادم. تشکر زیاد. این طب نگوید، آخرین وظیفه من است. آقای کمال، در ماشین لباسهای خانم آسیه است، آنها را نمیارید؟ اما رو کمال زودتر کمک کن. تو در این باره خبر داشتی؟ یعنی ایشل گفته بود اما اهمیت ندادم. با فکرم حالا اهمیت میدهی؟ چون نمیبینم با گفتم آمدم البته. نبین فضا مساعد است، او در خودش نیست. یعنی میگویم خوبی میکنیم گفته او رو گرفته بریمون، اما نبریم. ای خیلی بر هیجان شدم. تو زود به دکتر زنگ زن در خانه آمده برای انتظار شود. طبابت خانم آسیه رو شروع کنیم. همین طبعه جانم. کنی گیر دخترم. بولستانی خودم آماده کردم. گرم و گرم خوب است. پدر بس است. من اگر کودکم خودم میخورم. از کجا دانم؟ از دست من چیزی نخورده ای آخر. قرضم رو چطور ادا میکنم گفته حیرانم. آهسته آهسته پدر بودنم رو میآموزم. و من یاد میدی همین طور نه؟ پدر جان. لبای دخترم. از شما یک چیز رو میپرسم. پرس دخترکم. اما خیلی میترسم. مادرم زنده است همین خیل نه؟ نمرده است همین خیل؟ دستی ما دراز است. اگر من نباشم آدمم هست. امروز نشود پگاه. البته یک روز یک تاش از نزد فریده میبراید یا از نزد نبراید. پدر برای چی جواب نمیدهید؟ متاسفانه دخترم، مادرت چندین سال پیش وفات کرد.
جدایی تو را طاقت کرده نتوانست. یگانه امیدم یافتن او بود. اکنون من جدایی او را چی خیلی تحمل کنم؟ صبر کن دخترم، صبر کن. اشیل در کجاست؟ چرا ناومد؟ با سفر خدمتی به خارج رفت. بعد از 2 روز برمیگردد. باز؟ آخر من آمدم که باز کی باید می آمد؟ یگان رقم ندارد پدر. یگان مکتوبش هر چیزی که نباشد بوی مادرم کند بسنده است. نه دخترم، وقتی با قهر جدا شدیم نه یگان رسم و نه یگان سطری از مکتوب نمانده است. نباشد برای چی ما را ترک کردید؟ خیر من از شما جدا شدید. بودن من به شما وزنی کرد. این طرف نگوی فریده. خیر برای چی چشم پوشیدید پدر جان؟ چرا بزیدی بابایم نبر اومدید؟ او فرزندی ما از او را ترک نمی کنم نگفتید؟ تو اینها رو از کجا میدانی؟ این دور کی به تو نقل کرد؟ به نزد همون همشیره رفتم. هر چیزی که نباشد پیسرش نقل کرد. باز چی گفت؟ هیچ. دوامش رو شما نقل کنید پدر جان. خوب است. سلامتیش خوب است. خموشی نشود خوب است. آفیه؟ او چی رو دارد؟ فکر میکند که فرزندشان مرده است. گوش کنید من باید روم. التماس این را از گردنش نگیرید. هر کی او را به وای میرساند به او هم گویید. این طور باشد گوش کن. بابایت مرا سزاوار مادرت نمیدانست، اما ما پنهانی آیله دار شدیم. وقتی بابایت فهمید قیامت را قایم کرد دیگر ما را به حالمان نمیگذاشت. کوشش میکرد تا ما را جدا سازد. جوان بودیم، چقدر هم دوست نداریم، به قوت او زید برآمده نمیتوانستیم. با مروری وقت درک کردم که مادرت را خوشبخت کرده نمیتوانم. چیزهای سزاوار بوده اش را به او داده نمیتوانم. برآمده رفتم، لیکن او حامله دار بوده است. من شما نگفته بودند؟ نه نگفته بود. خیر شما از کی فهمیدید؟ بعد از آن از حق و همسایه ها تولد کردنش را شنیدم. اما کودک مرده است گفتند. مادرت هم چندین سال این را همین طور می‌دانست. زنده بودنم را از کجا دانستید؟ مادرت گفت. پیش از مردنش یک روز ناخواست از در آمد.
از کجا باشد حقیقت را فهمیده است. رفته دخترم را یاب گفت. از آن روز باز تو را میکوبم. وقتی که از شما پرسیدم چرا پنهان کردید؟ چرا نگفتید؟ شرم داشتم. ترسیدم که به من باور نمی کنی. من در این حیات تنها به شما باور میکنم. تنها به شما. چون که شما پدری من هستید. دروغ نمیگویید. نامشون چی بود؟ بلگین. نامش بلگین بود. بلگین. نام خیلی زیبا. خودش هم زیبا بود، مثل تو. و تو خیلی مانند بود. دکتر آمد؟ خبر دادم حاضر می آید. خب تنی زود به مادرم کمک کن، او را به حجرش بیایید. مرحمت خانم آسیا. تو به کجا؟ مادرم بیمار است. من کمی استراحت کنم. مگر اینطور می شود؟ تو آمدن شما آقای کمال بالای سرم بود. اقلا قهوه نوشد. البته نوشد. قهوه‌ام رو با شکر آماده کن. زهر و زقومت شود. به من نگر. در این کار تو دست نداری. تو چی ها میگویی؟ او از من دلگیر شد. طاقت نکرده بر ما رفت. مگر خواهش ما چونی نبود؟ من هم همین رو میگویم. کار ما به پول آسیا است. به جانی کسی کار نداریم. با گپای بیهودن سری مرا گرنگ نکن. برای چین تا گپ میزنی؟ یعنی باز پنهانی از من به یگان کاری دیگر مشغول نشوی؟ باز یگان کس تو را فریب ندهد؟ بعد میبینی پلیس از پس این کارها میشود. برآوردنش مشکل میشود، نه؟ در این عمر جوانت به حبس رفته دیگر نجات نمیابی. قارون هم باشه از این چاه برآمدن نمیتوانی. تنی گم شو از اینجا. قهوه محوه نیست. فراموش کن قهوه رو. من قهوه را فراموش میکنم، اما تو گپهای مرا هیچگاه فراموش نکن. بخوستیم. فریده دخترم لباسهایت رو عوض کردی؟ برایت شیری گرم آوردم. فریده دخترم به کجا می روی؟ با پلیس پدر. مگر اینطور می شود؟ کنی گذر شین کنی صحبت کنیم. گذر شین. دخترم مگر تو نگفتی که به جانم قصد کردند؟ بیا با آن آدم ها سر به سر نشو. بهترش حیات نوی را آغاز کن. پدر تو وقتی که پینار در اطرافم میگردد حیاتی نو آغاز کردن نمیتوانم. آخر او رسما برای مرا نیز کردن قسم خورده است. اول شوهرم رو به دست آورد، بعد مثل مار کلبه‌ام رو بیرون کرد. حالا باشد به جانم چشمالو کرده است. اکنون من باید کاری کنم. دخترم تو فکری مرا نمی کنی؟ نو هم دیگر هم آن رو یافتیم. هیچ نباشد فکر میکنن که تو مرده. بگذار همین طور دانند. از اینجا برآمده می رویم. همیشه گریزیم. همیشه در ترس زندگی کنیم. نمی شود پدر. مگر شما نگفته بودید که دیگر از هیچ چیز نترس؟ انا اکنون من دیگر نمی ترسم. رفته همشون نقل میکنم. فریده دخترم خوب هستید پدر؟ خوبم. نوشید پدر.
فریده مرا گوش میکنی همینطور نه؟ گوش میکنم. اینها رو پیشتر هم استفاده کرده است. از دوزه پس سر میکنیم. حالت رو به نظر گرفته دوزه رو زیاد میکنیم. امیدوارم حاجت نمیموند. لیکن اینها چیکار تاثیر میکنن؟ مادرم صحت میشوند؟ اصلا این دوزه ها تاثیر زیادی رسانده نمیتوانند، لیکن میتوانند کمی نتیجه منفی دهند. یعنی اگر تاثیر دور رو زیاد کنیم چی؟ اگر دوزه رو زیاد کنیم کمی مشکل میشود، اما این هم موقتی است. مهم است صحت شدن خانم اوسی است. بله بله، همین که با پا خیزن دیگر چیزی نمیخواهیم. این تلفن دستی هم هر وقتی که خواستید زنگ زنید. تشکر، شام بخیر. شام بخیر. بار دیگر خدا شفا دهد. دختری تو منم. پیش کردن رو میدونی. اکنون زوره کردن رو یاد گیر. تیمور، باید صحبت کنیم. یک نقشه دارم. اینجا چیکار میکنی؟ هیچ. همین طور تماشا میکنم. اگر فرزندان ما هم زنده میموندند همین طور دستوریت میشدند. خوش دکک. اگر روزی تولد شدن امینه رو در یاد دارید؟ در اطرافش میگشتید. نفس کشیش رو گوش میکردید. فریده باشد کودک رو بیدار میکنی گفتن جنگ میکرد. ینگم رو هیچ وقت چنین خرسند ندیده بودم. اما در نصیبی ما نبوده است. آن حسیات رو نچشیدیم. زیغ نشو. زندگی حالا در پیش. با ما چی شده است دکه؟ همین که کارهایمان خوب شوند باز به سرمان یک فلاکت دیگر می آید. آخر من نمیفهمم به کی ضرر رسانیدیم. آهی کی رو گرفتیم که اینقدر عذاب میکشیم؟ اکنون نوبت ما گذشت. باز نوبت فرزندانمون شد. حالا در پیش امتحانی بزرگی هست. باید صبر کنیم. صبر. آقای امیر، نبخون. همسرتون از شعبه ایو برآمد. او را با شانه پایان بردند. میتوانید به نظرش درآیید. تشکر. سلامت باشید. خدا رو شکر. من رفته یاسومن رو بینم. دخترم، لابای من جون، در دوام جراحی از نزد گرینم دور نرفتی. خواستم به تو میnnتداری بیان کنم. من تنها وچیتم. هم درد هم درمان را خدا میدهد. با اجازه شما. نه باید چون یکم کار داشتید. سرم، اینجا اتاق خانم همشیره نیست مگر؟ نه، اینجا انبار است.
آشیانه بالا رو بینه شاید در همونجا باشد. من به آن آشیانه ها نمی‌روم. اگر لازم شود او آمده مرا می‌یابد. مادر چرا شما بودید؟ در خانه استراحت میکردید؟ نتوانستم پسرم، فکرم دریاس من است. کودک رو به خانم فاطمه سپاریدم. یگان خبر هست. از شوبه احیا برآوردم. امیر به نزدش رفت. ای خوب، مبارک شود. صد شکر. شما بخیر. خوش آمدید سرکم. خوش آمدید. خوش باشید خاله جان. از ینگه یاسمان خواطیر شدم. یگان بهبودی هست؟ حاضر برآمد. امیر در نزدش است. کمی دیرتر میاد. گذشتید. اکا خوب شد که شما رو هم دیدم. درباره اپای فریده یک خبری رسید. تخمین کنید که نام کی رو دادند؟ اوسیا کاراکویونلی. مگر این همون زنی نیست که امینه رو دزدیده بود؟ بس سرمون بلا شدند. چرا با من خبر ندادی؟ چی شد؟ او رو پیدا کردی؟ البته پیدا کردیم، اما وقتی که خبر به اساس برآمد نخواستم شما رو ناراحت کنم. به این همه احوالتون معلوم است. اکنون من خواطر شدم. آخر چرا نام این زن رو گفتم؟ از ما چی میخواهد؟ از زیر هر سنگ آنها میبراید. من زود برمیگردم مادر. با کجا پسرم؟ اکا شرف. حاضر وقتش بیچاره بهوش بیاد خواب است. حتی چشمانش رو شده نمیتواند. او رو گرفته به کجای خواهی میبریم. این طور باشد او رو به نزدیشین میفرستیم، گفته چپته میخریم. مهمان خانه هم فرمایش میدیم. همه فکر میکنند که او با خواهش خودش رفته است. انا اون وقت من باید کار کنم. کنی آسیا را راضی کن بینیم. از این آسان‌تر کاری نیست. کنار در حجره خانم آسیا است؟ نه، او بر اومده رفت. و کجا رفت؟ چیزی نگفت؟ نمیدونم چیزی نگفت. خوب، این فرصت از فرصت. خانم آسیا، خانم آسیا، خانم آسیا بیدار شوید. خانم آسیا، باید به شما یک دو چیز رو نقل کنم. خانم آسیا، خانم آسیا، اینجا جای موافق نیست. شما رو به دیگر جای میبرم. بیایید بیایید بیایید. رفتیم. مایلش تو بازدید. من صحبت کرده با تو خبر میرسونم. مایلش. باز اگر از جنون هم رهایی میفتیم. بزینه ها امیدید. به کجا می رویم آقای کمال؟ شما چیکار میکنید؟ و کجا می روید؟ جانم، او در حجرش خواه رفته بدتر شده است. یک کمی سیر کرده هوای تازه گیرن گفتم به بیرون می رویم. تفکرهای دیگران دخالت نکن. فهمو ابله. مادر جان بیایید. داروهایتان رو نوشیدید؟ نمیدونم، در خاطر ندارم. هیچ وقت نمیبینیم. من میفهمم. میدونید امروز با من کی زنگ زد؟ کی؟ شیر زنگ زده با شما سلام رسون. با من گوی که زودتر به نزدم بیاید. بیایید برای
بله، برای آسیا کاراکویوملی زنگ زده بودم. او رو جواب دادند؟ میلش، تشکر. چی شد؟ چرا با من اینطور نگاه میکنی؟ شما برای چی داروهایتان رو نمی نوشید؟ این را بینه، خودش سیاحت شده از من حسابات میپرسد. پدر، این کار شوخی نیست. من گپی شما رو گوش کردم نشکستم، شما هم گپی ما رو گوش کنید. از این پس برای همدیگرمان هم مادر هم پدر و هم برادریم. میلش دخترم، میلش. وقتی خوب یک توگی دیگر می نوشید. هر چیز زودتر به نزد دکتر می روید. میلش؟ خوب شد از خانم هم شیره. هیچ گپ نه یوسما، زیغ نشو. تقدیر همین، چیکار کنیم؟ بله، البته همش گذشت. هیچ گپ نه همینطور. جانکم، تو رو میفهمم، اما از دستم کاری نمی آید. کاش وقت رو به قفا برده می توانستم. کاش فرزندانم رو تکرارا به حیات برگردانیده می توانستم. شما با بیرون برایت خواهش میکنم، تنها صحبت کنید. چی شده است با تو؟ به من نه، با اون بیمار چیزی شده است و شوهرش نجات یافتن کودک را نگفته است. مگر انسان تو این معجزه را پنهان میکند؟ بیا، اهمیت نده. گفته های تو در حکایه می شود. وقت را به قفا بردن میخواسته است. گذشته و آینده من پر از درد است. با کجایی که نروم باز به همون چیز رو برو میشوم. اعصابهای تو خراب شده است. بهترش من برایم. تو کمی تنها مون. کمی نه، تمامی عمر تنها موندن میخواهم. اکنون از اینجا برآمده رفت، دیگر نه آیی. یاسمان، بهتر چیزی نگوی، چون که چی گفتنت رو نمیدونی. برعکس خیلی خوب میدونم. من دیگر با اون خونه بر نمیگردم، با پدرم زندگی میکنم. برای چی یاسمان؟ اینقدر مشکلی ها رو بیهوده پس سر کردیم. هر دویمان اینقدر عذاب ها رو بیهوده کشیدیم. گوش کن، من دیگر این گپ ها رو از تو نشنوم. این موضوع رو در همین جا محکم میکنم. از بیمارخانه بر آمده راست به خانه ات میروی. امیر، من قریب میمردم، خبر نداری؟ مادرت چی تب مرا از این پای هتل داد نقل نکرد. مادرم؟ یاسمان تو چی ها میگویی؟ مادرت قاتل از پیشی چشمانش را خون گرفته، فرق ندارد. همین را میگویم. اکنون همتان از اینجا روید. یاسمان چه بود؟ خوب است، اما شما این را شنیده زیغ شدید، همین طور نه؟ البته شما از واقعه ها خبر ندارید، همین طور نه؟ یاسمان از زینه ها ناخست افتاده است. چی؟ او را مادرم تیله داده است. چی طور؟ یعنی کلین معیوبش را کشتن میخواسته است، همین طور نه مادر؟ پسرم نخست شد.
او را داشته بودم. در نزدیک نها بودیم. چی طور شد؟ آخر او را داشته بودم. حیفی تو بر این زن. چی طور این کار را کردی؟ دیگر برای آدم ها چخیل نگاه میکنی؟ پدرم راست میگوید مادر. من حالا از خودم شرم میدارم. میفهمید مادر؟ نخواست شد. سلیم، از بالای مادرم شکایت میکنم. تو چه ها میگویی پسرم؟ سلیم، وظیفت را اجرا کن. چی طور کنم رفیق کمین سر؟ گوش کن، وقتی یگان شهروند شکایت کنه چیکار میکنی؟ حالا باشد همان طور کن. آقای خیلی آخر خله نباید رو با شعبه برم؟ این چی خیل میشود؟ سلیم، وظیفت را به تو من بگویم. قربانت شوم مادرت را شرمنده نکن. در این سن و سال نخواست شد. مادر، اگر خواهید کمی فکر کنید، یک بار خوب فکر کنید. با فکرتون کدامش بیشتر شرمندگی میآورد؟